آیا می دانستید که در هر 10 ثانیه بیش از 10,000 نوشیدنی کوکاکولا در جهان مصرف می شود؟ یا اینکه فرمول اصلی کوکاکولا به قدری محرمانه است که فقط 2 نفر در جهان آن را می دانند؟ آماده اید تا پشت پرده یکی از پرطرفدارترین و پرفروشترین نوشیدنی های جهان را کشف کنید؟ کوکاکولا، نوشیدنی که همه ما می شناسیم، داستانی پر از اسرار و نوآوری، از یک فرمول رازآلود در یک کارخانه کوچک تا تبدیل شدن به نماد جهانی. سلام دوستان، خوش آمدید به کانال خودتون مدیا فکت. امروز میخوایم به بررسی تاریخچه جذاب کوکاکولا بپردازیم، از یک داروخانه کوچک در آنتالیا تا تبدیل شدن به یکی از بزرگترین برندهای نوشیدنی در جهان. با سابسکرایب کردن همراه ما باشید. داستان کوکاکولا از سال 1886 آغاز شد. دکتر جان پمبرتون، داروسازی در آنتالیا، نوشیدنی ای را به عنوان درمان مشکلات گوارشی تهیه کرد. این نوشیدنی که در اصل دارای کوکائین بود، به سرعت محبوب شد. استفاده از ترکیبات منحصر به فرد و طعم بی‌نظیر آن باعث شد تا مردم به سرعت به این نوشیدنی جدید علاقه‌مند شوند. پمبرتون از برگ‌های کوکا و دانه‌های کولا استفاده کرد که آن را منحصر به فرد و محرک می‌کرد. اما چرا کوکاکولا انقدر سریع معروف شد؟ پس از مرگ پمبرتون، آسا کندلر برند کوکاکولا را خرید و شروع به بازاریابی گسترده کرد. کندلر با استفاده از تبلیغات خلاقانه و توزیع نمونه‌های رایگان، کوکاکولا را به سراسر آمریکا معرفی کرد. او همچنین با ایجاد و توزیع کوپن‌های تخفیف و استفاده از لوگوی منحصر به فرد کوکاکولا، شناخت برند را افزایش داد. در دهه 1920 کوکاکولا شروع به گسترش جهانی کرد. با تأسیس کارخانه‌ها در کشورهای مختلف و معرفی محصولات جدید، کوکاکولا به یک برند جهانی تبدیل شد. همچنین حذف کوکائین از فرمول نوشیدنی و افزودن کافئین محبوبیت آن را افزایش داد. کوکاکولا با ایجاد کارخانه‌هایی در سراسر جهان و همچنین ترکیب منحصر به فرد و طعم بی‌نظیر و با بازاریابی قوی باعث شد که در فرهنگ‌های مختلف به صورت اصولی جا بیفتد. در طول دهه‌های 1940 تا 1960 کوکاکولا کمپین‌های تبلیغاتی معروفی را راه اندازی کرد. تبلیغات تلویزیونی و استفاده از شخصیت‌های مشهور در تبلیغات به محبوبیت بیشتر این برند کمک می‌کرد. همچنین کوکاکولا نقش مهمی در فرهنگ پاپ و تبلیغات کریسمس ایفا کرد. خلق شخصیت‌هایی مانند بابا نوئل در تبلیغات کریسمس تأثیر فرهنگی عمیقی بر جا گذاشت. در دهه‌های 1980 و 1990 کوکاکولا با چالش‌های زیادی روبرو شد، از جمله رقابت شدید با پپسی. اما با تمرکز بر نوآوری و ارائه محصولات جدید مانند کوکاکولای بدون شکر توانست جایگاه خود را حفظ کند. همچنین کوکاکولا با ایجاد کمپین‌های تبلیغاتی مثل طعم نوستالژیک توانست مشتریان جدیدی جذب کند. کوکاکولا در سالهای اخیر تلاش کرده تا مسئولیت‌های اجتماعی و محیط زیستی خود را هم افزایش دهد. این شرکت با برنامه‌های بازیافت و کاهش مصرف آب به یک برند پایدارتری تبدیل شده. همچنین کوکاکولا با پروژه‌های اجتماعی مانند تأمین آب آشامیدنی پاک در مناطق محروم به بهبود کیفیت زندگی هم کمک می‌کند. کوکاکولا برای آینده چه برنامه‌ای دارد؟ کوکاکولا به دنبال توسعه محصولات جدید و نوآوری در صنعت نوشیدنی است. همچنین با تمرکز بر تبلیغات دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی، این برند به دنبال جذب نسل جدیدی از مصرف کنندگان است. توسعه محصولات جدید و تبلیغات دیجیتال برای نسل جوان. همچنین کوکاکولا بر روی نوآوری‌های محیط زیستی تمرکز دارد تا به یک برند سبز تبدیل شود. کوکاکولا با تاریخچه‌ای پرفراز و نشیب از یک نوشیدنی درمانی به یکی از بزرگترین نمادهای جهان تبدیل شد. این داستان تنها یک نوشیدنی نیست،
بلکه روایت تلاش، نوآوری و قدرت تبلیغات است که در طول زمان به فرهنگ جهانی تبدیل شد. از شما تشکر میکنم که با ما تو این سفر تاریخی همراه بودید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر درباره برندهای معروف و تاریخچه‌های شگفت‌انگیز و همچنین دانستنی‌های جذاب، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هیچ وقت از ویدیوهای جدید ما عقب نمونید. تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشید و دنیای دانستنی‌ها رو شما کشف کنید.